و رحمت الله و علیکم برکاته. السلام و رحمت الله. ساجد جان، همون وقتی که سجده میکنید، همون دعاهایی که من همین چند تا اولین های گوش کردم که همون خصوصیانتی وقتی که شما سجده میکنید و بعد تا اتحیات ادا نمیکنید، همون وقت قوم شما یعنی که همین چی دعاتون هست همونجا رو میگیرید، بعد نماز ادا میکنید. اما وقتی سجدند دعا کردنی با کدام زبان خودم یا عربیش که وقتی ممکنه و نمازهای فرزنده نماز فرزنده با عربی باشد بهتر است، به فارسی نباشد میگن بعضی از علما. اما پیامبر در سجده دعا کنید گفتن امتن، برای همه امت. پیامبر میدونن که همه امت عرب نیستن و اگر گفتیم حتما باید به عربی باشد، بسیار دعاهایی هست که مردم با عربی کردن نمیتوانند و از این دعا محروم میشوند. یعنی این اجتهاد بعضی علما است که میگن در نماز که همش با عربی انجام میشود، دیگر زبان کتی در داخلش هیچی نگوید. پس اگر گفتید نه من شک دارم یا گفتیم نمیخواهم به همین مسئله اختلافی داخل شوم، در نماز فرض نه و در سنت در سجده دعا کنید و نماز دعا در سجده هم بعد از سجده بعد از سلام دادن هم ان شاء الله اجابت است.